امیدوارم که حالتون بسیار خوب باشه. میخوایم بریم سمترین و عمیق‌ترین ویدیوهای اینستاگرام که زندگیمونو تغییر داده از بس سنبه رو با هم دیگه یک تند و تیز بررسی بکنیم که میخوام اولین ویدیویی که وایرال شده رو باهاتون در میون بذارم. این آقا پسر گل میبینیم که یه جور یارو انرژیش منفیه که تا اومد یه ویدیو بگیره از جاده زرد تصادف شد. حتی کامنت ها خیلی چیزای جالبی گفتن یه جای مورد نظر برو یا برو دم خونه اکسمون. یعنی این آدم فکر میکنم هر جی بره تصادف رو با خودش میبره. مگه میشه در صدم ثانیه تو بخوای ویدیو بگیری از زیر تصادف رخ بده؟ ویدیو بعدی میگه که ترکیدم. جانم بپرس سوالتو، سرویس کردی ما رو، چیه بپرس. عشقم میگم مثلا اگر یه موقع اسرائیل ایرانو بزنه خب بعد یه خونپاره بخوره به دست من یه دست من قطع بشه، تو هنوز منو دوست داری؟ بله عزیزم، معلومه که دوست دارم. اصلا اون موقع حمایت بیشتری احتیاج داری، من کنارت هستم. خب اون وقت یکی دیگه بزنه بخوره به یه پام چی؟ بیناموس برای چی باید دوبار تو رو بزنه؟ دبیر کل حزب الله رو یه بار زدن، عماد مغنیه رو یه بار زدن. تو کی هستی که اسرائیل دوبار ترورت کنه؟ لبوکا با این سوالات از این سواله چرت و پرت دختره. حالا چرا بخوان تو رو بزنن؟ و اینکه چرا حالا دستت سیگار روشنه واسه که چی؟ یعنی این مکالمات واقعی ها. یعنی یه سری سوالات میپرسه که اصلا آدم میمونه مثلا که چی؟ یعنی دغدغت اینه و حالا مثلا بزنه بالا از خودش بد باشه که تو رو بگیره. چرا؟ تو جانباز به حساب میه، کلی خود فواید تازه بیشتر هم تازه میشه. تازه اگه ماحصل هم برگزار بشه، این احسان علی خانی بود ماحصل میذاش، میتونن شرکت بکنن به عنوان یک زوج و بلاگر اینستاگرامی میشن، خیلی هم زود فالوور میگیرن. خیلی اتفاقا مزیت خوبی داره اگه بمب بخوره. ویدیو بعدی یا که برو ولم کن، هر عادتی که بعد مال من تو که خوب بدم رو کپشنش نوشته بود میگفتش که هنوزم بهترین فنا رو تتلو داره. یعنی واقعا فنای تتلو حرف ندارن و اون حرکت آخرش که برگشت واقعا سورپرایزمون کرد بنده خدا. ولی به نظر من 10 از 10. ولی من فقط یه چیزی نفهمیدم، چرا دکمه شلوارکش باز بود؟ مثلا چه اتفاقی رخ داده قبلش یا بعدش هم دارک میشه؟ آقا بعدی عکس تو توییتر میگه من به شدت از اینا میترسم، به نظرم خطرناکتر از اینا تو دنیا وجود نداره. یه حدود 7 تا خانم موجه که نشستن عکس گرفتن، میتینگشون میتینگ بیزینسی بوده، تونستن یه شرکتی در حد ایلان ماسک رو ران بکنن و گفتن یه دونه یادگاری بگیریم دیگه. بعد میگه اینا همه سمیان و یکی کامنت گذاشته اولی سمت راستی رو میشناسن، 19 سالشه، همسن منه. این 19 سالشه؟ اینا بازه بین 27 تا 33 چجوری اینا 19 سالشونه؟ من کاری ندارم، خود کسی که گفته بود اینا سمیانه باید بترسن گفته شما رو چی داری بهم بدی؟ اول علی شده اول فرزام. توی نینی سایت رفتید چرخید به شدت سمه. یعنی تو نینی سایت بعد یه دونه ویدیو کامل ازش بسازم. میگه از سیرجان عروسی نگیرید. 20 سال کار کردم، پول درآوردم تا آخر بتونم با یک دختر شیر حلال خورده و خوش خانواده ازدواج کنم. با لهجه هم تازه نوشته. این یارو خیلی واقعا مسلط بوده به لهجه. و چند ماه پیش با دختری در نینی سایت آشنا شدم. این نینی سایت هم میگه میتینگه. تو نینی سایت بابا. و آخر سر هفته پیش کار به عقد کشید. بعد عقد عروس خانومو بردم یه شیطنتی بکنیم، خدا شاهد چند شب خواب به چشمم نیومده. آخه چجوری توضیح بدم اونجاش از مال من هیچ وقت از سیرجان عروس نگاری. چرا شهر میکوبی؟ میگه تو رو خدا بفهمه چه خاکی به سرم بریزم. 1379 سکه مریه نوشتن. یعنی دختر متولد سال 79 هم بوده. لطفا کسی راهکاری چیزی داره بنویسه. دوره هم استفاده کن، یعنی با هم دیگه خوش باشید دیگه دست روزگار چه اشتباه نوشته درست نوشت دیگه سرنوشتت بوده، باش کنار بیا. و اینکه حدمال تو هم بزرگتره خیلی خیلی میشه. برای چرا دختره زودتر به این نگفته؟ اوکی
یعنی خانواده دختر نفهمیدن که 1379 سکه هم فروختن. یعنی بابای این واقعا همون آدم است که میگن کلاغا رنگ میکنه جای قناری میفروشه. آقا ویدیو بعدی میگه میخوان برن خواستگاری، زنگ زدن به خانم رضایی برای تحقیق. حالا جوری که خانم رضایی توضیح میده. خانم رضایی هیچ به خانمایی نیستن که الو سلام. سلام علیکم. سلام خانم رضایی؟ بله حالتون خوبه؟ خانم رضایی جان میخواستیم برای خواستگاری دختر همسایه روبرویتون بیایم، میخواستیم ببینم که چه جور خانواده ای هن. به فکر نکنم قصد ازدواج داشته باشه، چون چند شب پیش داشتم اینستاگرامشو نگاه میکردم، دیدم تو بیوش عکس قولفی گذاشته که داشتم کلیپ بود و ایمم زده بود. همون این قولف وا باشه، این قولفای وا بذاره میتونی شما به خواستگاری. بعد اطلاعات خانوادگی هم که با مامانش خیلی آدم خوبی هن، خیلی احترام هم دیگر داره، یعنی توی شرایطی بهم دیگه بی‌احترامی نکنه خانومشم اصلا محمد آقا جنش نمیفته، حتی تو دعواهاشون هم همیشه احترام محمد آقا رو نگه می‌داره. من دیشب توش بیفروشیده تو محمد آقا رو دیدم تو دست خواهره محمد آقا رو خیلی ممنون خانم. بله چشم. خیلی ممنون لطف کردید. حالا من کاری ندارم این فیک بود یا جعلی بود، حالا من کاری ندارم این جعلی بود و مگه میشه که همسایه روبرویی اینستا تو داشته باشه چک بکنه. ولی اینجا واقعا ایرانه. یه توییت دیگه هم بودش که میگفتش که دختر همسایه‌مون با دوست پسرش رفته شمال و با هم دیگه هم آها و یکی کامنت گذاشته میگه ببین ایران جاییه که حتی همسایت هم خبر داره با دوست پسر رفتی شمال. دیگه من حرفی ندارم. یعنی من میتونم بگم که این واقعی بوده. یعنی خانم رضایی از فامیلیش قشنگ در میاد که یه خانمی باشه که آمار کل محله رو داشته باشه. و چرا تو باید بری بیو اینستاگرام دختر همسایت رو چک بکنی؟ یعنی مثلا تو زندگیت به کجا رسیدی که باید بری بیو مردم رو چک بکنی؟ یعنی بیچاره فک فامیل این خانم رضایی، یعنی فک فامیل خانم رضایی عدس این آسیان. فقط اونجایی که گفتش که محمد آقا ریدم تو دهن خواهرتو کلام خانومش منعقد نمیشه. محمد آقا گفتنش واقعا سم بود. ویدیو بعدی رقصه. کیف اون آیفون فقط میگه هر دوشی که بزنی هدشات میشه. سرش بهت انداخته. خیلی ویدیو داره ولی این خیلی سمترینش بود. فقط یه جوری که رونمایی کرد برگشت. ویدیو بعدی که سیاه سفیده میگه آقا دست شما درد نکنه، مبلغ 1 میلیارد و 400 خرید کردن برای ایدی. از این که دوباره اومدن از اون خرید کردن، این دفعه ایدی گرفتن، اونم برای دامادشون، دوتا عروساشون، پسراشون و دامادشون و 2 تا آیپد هم برای نوای گلشون گرفتن. فقط این آیفون 13 برای کی گرفت میشه خودتون بگید؟ نه ما سرایدارمون گرفتیم، عشق آیفون چند سال پیش ما زدیم. سرایدارتون آقا دست شما درد نکنه. مبلغ سرایدارش رفته آیفون 13 گرفته. ما بابامون میگیم که برای ما یه شیرینی 1 کیلو بگیر، میگن ولش کن نمیخواد. با قند بخور چای تو شیرینی به دردت نمیخوره. یعنی واقعا کامنت ها ترکیده بود. میگه بابامو پیدا کردم. یعنی طرف دیگه شرف و غیرت فروخته که خودش بچسبونه به این آدم. 1 میلیون 300 آیفون گرفته واسه خانواده ایدی. یعنی در طول سال ببین دیگه چه کارا میکنه، چه سفرایی ایشون میره. و فرض کن دیگه فقط واسه داماد آیفون گرفته. خدا داماده با چی پریده تو عسل با ماتت. ویدیو بعدی میگه آدم یه رفیق اینطوری داشته باشه نیاز به دشمن نداره. یعنی جای لوکیشن باحالی هم داره. همین دو شرف میزنی همین؟ این کیه دختره؟ همین؟ همین کیه؟ همین تو همین کیه دختره؟ همین وای همین وای امیر با چی حرف میزنی؟
به باب میخوای گوشی بدم به خودش؟ کامل گذاشتی که کات کردم دهنت سرویس. این برداشته رفته سفر مجردی با پسرا. خب دیگه معلومه دیگه همه دخترها شک میکنن چجوری میشه اینا پسر برن سفر مجردی دختر نباشه توشون اینا. و این هم که دختر نماز دیگه، یعنی به نظر من امیر ولش کن و همین اوکی شو. صداش خیلی به نظر من از سطح دختر ملوس‌تره. در کل این سفر کوفته این پسر شده، یعنی دیگه باید تا شب بشینه التماس درخواست منت کشی. همین الان پا میشم سوار ماشین برمیگردم تهران تا بتونه دختره رو نگه داره. که این سم واقعا عجیبه. نوشته زوج ایرانی در ترکیه لباس عروس رو با اعلام از برج آزادی طراحی کردن. عروسون بالاست و مهمونا پایین. یعنی چی؟ من همش حس میکنم عروس این پادراز ملخص اینطوری نشسته. یعنی چی؟ من میان زیر عروس عکس بگیرن برن. دومات کجاست؟ این دومات باید بره زیر عروس خانم اینجوری واسه اینجوری نگاه کنه عکس گیره. این دیگه چه سمیه؟ اصلا حرکت معقولانه نیست. که به نظر شما کدومش واقعا سم بود؟ به نظر خودم عروسی که تو ترکیه برج آزادی طرح لباس عروسش بود خیلی سم بود. خیلی مغزم پکید. که اگر ویدیو خوشتون اومد بزنید لایک، سابسکرایب، نوتیفیکیشن باید فراموش نکنید.